نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. وقت شما بخیر دوستای نازنین. خوشحالم که یک شب دیگری فرا رسید که به خدمت شما از کانال هرات برگ باشیم. دوستای نازنین، برنامه رمضانی هم میریم داخل بازار، میبینین که دوستا روزه دارم، چقدر حوصله دارم، چقدر بر اینا تاثیر کرده ماه مبارک رمضان. دیگه همین دعای آخره، دیگه چیزی نمونده دیگه. انشالله به عید پیش عید هم برای شما تبریک میگیم. او گپ ما که آیا شما هیچ وقت انشالله نخوره. سابسکرایب و لایک و شیر اینا دیگه همون زنگ و لگک که فشار بدیم. تمام نمایشنامه و گزارش ها شما میتونیم مشاهده کنیم. همراه ما باشیم برای اینکه سعی کنیم چی گپ و چی سخنه. بخیر باشیم. دوستای نازنین، خیلی جالبه که بعضا دیکونان مثال از این دیکون میگم نخود بریزی. وقتی ما میایم به داخل نخود بریزی سعی میکنیم یک جوه نخود داره، امکان داره 100 قلم یا 200 قلم دیگه جنسیه، مثل تخم و بادام و پسته و خسته و فلان و بامدان. اسم از این نخود بریزیه. ما میریم از خود صاحب دکان میپرسیم که همین نخود بریزی چند سال میشه، آیا شما یاد میدیم که اینا رو همین دکان نخود بریزی گذاشتم. اگه نخود بریزیه چرا یک نخود نیه، مثل که شیرینی پزی تنها جلیبیه، تنها جلیبی و خجوله، همینا هر دو تام یک چیزه. اینا بعضا باب نخود نمیخوره، بیشتر شما رو متوجه میسازه. سلام لالا، مونده نباشیم. ساعت شما خوبه؟ زنده باشیم. نام شریف شما؟ ابراهیم. بسیار خوب. برای ما گپ بزنین که خدای ماه مبارک رمضان اشتنیم. الحمدلله، شکر رزیم خدا. الهی شکر. امسال بیشتر روزه گرفته میشه یا پارسال؟ هر سال خدا توفیق بده آدم میتونه روزه بگیرم، فرق نمیکنه. او تا کو بیشک به خاطر از اینکه امسال کمک هوا سردتر میشه. بله الحمدلله شکر رزیم. خوب گرفته میشه روزه لسه. بسیار خوب. شما چند ساله بودیم که روزه میگرفتیم؟ واقعیت خیلی وقت میشه، وقت خود یاد میدیم بیشتری وقتا تا از جایی که حد دیشته بتونستین روزه خود بگرفتیم. بله بسیار خوب. یک روز شده باشه از اون روزا که روزه خود به قصدن خورده باشیم؟ یاد نمیدم واقعیت نه. یعنی شاید 10 سال چند بشه 12 سال میشه ما کامل روزه خود بگیریم. بسیار خوب. وقتی که افطار میکنیم نماز تراویح هم میخونیم وقتی که به سندای 14 15 بدیم. بله. به رمضانی هم خودی دوستا میرفتیم؟ نه واقعیت. خب حالی هم کسمه دم خونه میایه؟ خیلی کم میاد. خب بسیار خوب. صحبت از نخود بریزی شد. همین شغل شما نخود بریزیه. این میگم نخود بریزی چرا تنها هم اینجا نخود نیه، کمی اسم از این نخود بریزیه. سعی میکنیم بالای 200 قلم دیگه بیشتر جنس داره. بله همین اسم از جلوا که وقتا قدیم سر زمانا مردم بفتادن نخود بریزی، همین نخود گفته شما حال بیشتر واقعیت دیگه بارا دیگه از نخود کمتره واقعیت دیگه نمیفهمید بفتاده با سر اسم مردم بفتاده. بعد بادام بریزی و کشمش بریزی هم میگفتن. بله بسیار خوب. چند سال میشه سابقه کار شما؟ ما وقتی که اجبابان خدا بیامون شاید 50-55 سال باشه، یعنی دکان دستمانه. ولی بسیار خوب. چند کرا میده؟ یا خود مانده. الهی شکر، الهی شکر. اگر دکون خود شما نبودی حتما چون پهلو شما پرسان کردیم 20,000 30,000 شد. بله همیتونه کرایه اینجا زیاده. بله الهی شکر. از کاروبار راضی؟ الحمدلله شکر. افطار اگه میمون ما نمیشیم خوشحال میشیم. ما خوشحال میشیم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. یار باشید. بخیر باشید.
لالا جان مونده نباشین. سلامت باشین، زنده باشین. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. روزه و نماز شما قبول باشه. شما هم همچنین. سلامت باشین. برار ما گپ بزنید که خود ماه مبارک رمضان خودی از این گوشت داشتن. شکر الحمدلله، تیار خوشحال. دل شما نمیسوزه این مرغکای اون شما تا قالا بگرفتیم بیاوردیم اینجا اونا رو به دم آتشا گرفتیم پر و بال اینا رو بسوختیم اینا رو اویزون کردیم. اینا دیگه سفارش مشتری های دیگه چی دیگه مشتری ها بخوایم. خب باشه سفارش مشتری ها خب ببریم اینا رو به دست خود اینا بدن که ببریم اینجا برادر اینا رو هر کار میکنه اختیار کنه. دیگه تا بابا خونه بدین کارو خونه کم ایوتون تر میشه. خونه کو برام بده تیار کرده پاک کرده مقبول میبرم خونه تیار کرده. بسیار خوب. یک دونه مرغ که ایت سر ببریم بدیم به دست مشتری تا به زیر رقم پلوندن چند فرق نه یک دونه مرغ پیت سر ببرین تو پلوندن سر بریدن از میده خود پر بال میدین طول میکنه کیلو 150 ری به این تکو اصلا میدن کیلو 220 به کیلو 220 بله یعنی کیلو 70 ری په کسر داره بله خب همین کسر خالص از کو طول کنه با خالص از 220 میشه بله خالص با چی رقمه همین خالی کو خود پر بال میدیم به 150 ری به طول میکنه با او که پر و بال و روده و چیز میذاره تا چقدر بدر میشه پاک میشه خالص میشه به 220 مثل گوسفند بسیار به نظری شما کیلو 220 افغانی گوشت مرغ گرون نیه فعلا که گرونه به این شرایط حالی خیلی گرونه خواهش شما به ایس یک جوان از برادرای تاجر چیه که یک ذره قیمت هم مواد غذایی هم حساب دیگه چیزی بالا نبره خواهش ما که برادران تاجر همینه که همین امارات اسلامی که هست ولی گوشت مرغ از وقت اینا آمدم گوشت مرغ به واسه بالا رفته که اینا من کردن این مرغ یخی اینو که هست خارج می آمد گیرو میگفتن دیگه نه یارم همین داخلی خود استفاده کنه وقتی که اینو نماد بند شد داخلی هم بالا رفته یعنی اینا مرغ خارجی نیه مرغ خارجی نه مرغ داخلیه بسیار خوب مرغایی که خونگیه اگه مثلا میگم 3-4 تای بیبی دارم بیارم دونی چند نمیخره دیگه با هرچی مهم بیاین حساب کنیم مشکل نداره این اقل به چند مهم اونا هرچی که حساب میکنیم بیاریم خاطر با او آدم خور بیخن مندازه میگه لالا از ما بیشتر خریدم اونا قیمت های رو دونه 4.5 ساعت 5 ساعت دونه 4.5 هر کدوم نیم کیلوه فرقی نداره به 4.5 ساعت ماه بیاریم او به شیمون میشه نمیشه خب بریم افطار خود شما بفرمایید دوستای نازنین امی کباب پزی که هست فکر کنم یک کمک فکر کنم به ایراد معروفه چون نام خدا هم شاگرد زیاد دارم و هم مشتری زیاد دارم اینا البته پیش از ماه مبارک رمضان که من بعضی موقع سر بزدم تیر می شدم که 4-5 نفر به نوبت استاد بیدم که حداقل اینا پخته میکردم و پول میگرفتم یا چیز علتی رو میپرسیم چون کباب پزی زیاد هم هسته شاید یک علت داشته باشه. سلام لالا جان خوبه؟ سلام برادر. ساعت شما خوبه؟ شما خوبه؟ زنده باشیم. نام شریف شما؟ غلام ربانی. سلامت باشید. بریم بالا. خب اسمم غلام ربانی. بسیار خوب. ایر بگیم که شاگردیم یا خلیفه؟ ما کارگریم. خب نه شاگردیم نه هم خلیفه. بله. یعنی کارگر به معنای از که تقریبا سرپرست گفته میشه. تقریبا سرپرست. خب حال کار شما چیه؟ پخته میکنیم یا سیخ رزه میکنیم اینا یا به سیخا در میکشیم؟ ما به داخل دکان حساب میدیم، امی پاککاری میکنیم برای مردم نون میگذاریم، یعنی حساب ده اینا به جمع. بسیار خوب. یک خوراک جیگر چند تا به چند است؟ این خوراک هست این خورده اینا به 80 روپیه، این بی چربی ها به 100 روپیه، این چربی دار را دروش به 110 روپیه. خب چند سیخه؟ 10 سیخ، همه 10 سیخ. همه 10 سیخ. خب امروز سپورز میگم چی میگم اونا هسته؟ سپورز داریم اونا نمیاریم سرپاچال اونا خشک میشه اونا به داخل اخچال گذاشته بعضا که مریض دارم میگم سپورز باز میدم تازه میاریم برای اینا پخته میکنم. بسیار خوب. چند نفر کارمند داریم؟ اینجا ما 17 نفر. با می دکون 17 نفر؟ بله خود خلیفه و شاگرد هم میگیم ما 17 نفر. نام خدا
17 نفر شما کارمند داریم، چند نفر مشتریه؟ مشتری دیگه حال خود روزه حال 5 بجه شروع میکنیم، نون نمیدیم مداخل دیکن بردنی ها میبرم دیگه به جلو هر روزه که بوده دیگه تقریبا 1900 نفر ما مشتری بر روزه. الهی شکر الهی شکر. خب ایر بگین که چند کیلو جیگر تا باشم خودی همی دنبه اینا فروش داره؟ جیگر خالص 120 کیلو فروخته میشه دیگه، خدی دنبه و تخم گوسفند و گوشت و سوپرز و اینا که حساب کنیم 180 کیلو میشه. 180 کیلو یعنی 45 من. بله بازم شکر. خب ایر بگیم برار که همینا کلان بعد از مصارف خب اطلاعی دارین که به خلیفه شما چند میمونه که با مگذار زحمت بیارزه؟ نگال خود شما میفهمین که گیرونی شده، نخرا خیلی گیرونی شده. جگر بود به 280 ریال میخریم به 4,500. دیگه قیمت هم قیمت بالا نبردیم به خاطر که باز مشتری دیگه میشه. دیگه شاگردم نام خدا خیلی دیگه چیزی حال نمیمونه. شما به مثل بعض محفلایی که نون کم میآید خصوصا گوشت چوشنگ میکنم، حالی که به 400 افغانی رسیده جیگر چوشنگ نمیکنیم؟ میشتن میگر بکنیم نکنیم نمیشه. خب مثلا همین دست من اشته چوشنگ میکنیم انگار کنیم جیگره. بیار دست. نه اوت نه صحیح بفهمیدم بیننده عزیز بفهمیدم. نه خود کار چوشنگ میکنی یا نه خود دست خود؟ کار ما هم کار تیریم مالالا. نه تیریم. بسیار خوب. از کاروبار رزیم. بنده شکر. برای افطار خود شما سلامت باشین. تیار باشین. لالا مونده نباشیم. زنده باشیم لالا. صحت شما خوبه؟ شکر. سلامت باشیم. خود روزه اشتنیم. شکر خوبیم برا. الهی شکر. جا شما فکر کنون کمک گرمه. چه کار کنیم دیگه؟ خب نمیشه یک پنکی کولر چیزی نصب فعلا که داریم دیگه تا ایسی هست که یکم اونجی ما بادگیری واکدیم برای فعلا تا صبح پس صبح کولر خود تیار کنیم. خب بسیار خوب. هنوز تقریبا چند روز دیگه به عید بمونده. نام خدا دیکون شما میبینین خیلی از حساب لباس شلوغه. اینا پرساله؟ نه برادر از امساله. ایقر؟ ایقر. ماشاءالله. پس همیت معلوم میشه که مقبول لباس ها میدوزیم چون مال لباس ها پره. چه کار کنین دیگه؟ کسب ما مجبوریم. خب چقدر کوشش میکنین؟ چند فیصد بالا یک دست لباس کوشش میکنین؟ تا جایی که توان ما باشه. خب این روز شده باشه به مثل ما ایخان مرتکر بسخنونده باشه؟ نه شکر خدا. ایقر؟ ایقر. چند سال میشه خلیفه شده؟ او دیگه فعلا معلوم نیه که چند سال میشه دیگه. خیلی وقتا میدونم از براد ما نمی جگا خود شاگرد. یعنی خلیفه هم نشده؟ نه نیزه که خلیفه نشده. برای شما اینا یا؟ نه کلانتر برفتم به خونه. اینا شاگرد شما نه؟ نه دیگه همسایه ما دکون دارم اینجی. آها بسیار خوب. شما هم خیاطی دارید؟ خب بسیار خوب. از کاروبار رزین؟ شکر. بسیار خوب. لالا همین یک دست لباسه مثلا از این لالا تا با ما فرق میکنه پولیو؟ بله. از ما چند مثلا میشه از این لالا چند میشه؟ از شما 200 از 1.5 بیشتر ارزان. خدا چه کار کنه فعلا این مصرف بالا رفته، هر چیزی از به حساب قیمت بالا رفته فرق کرده تفاوت. به تا شرط به 300 و 200 با شما کمک مراد داره. این چیزی هست که مردم غریب کارم نمیتونن توان اینا نیه که بدم اون پولی که اونجا کم استانی اینجی توان اینا نیه مسلمانا بدم. بسیار خوب. تنها خیاطی شما نه یا دیگه هم میت انصاف داره؟ کلا این معلومه این منطقه انصاف داره، میتونی بی انصافی کنه. بسیار خوب. دکون چند کرا میدین؟ 15 سال. بازم شکر. شکر چه کار کنه. تیار خوشحال باشیم. بخیر باشیم. قربان شما. سلام. سلام لالا. سلام مونده نباشید. بخیرم ساعت شما خوبه؟ بخیر از جانجا رو بخیر. نباشیم. نام شریف شما؟ گلابشاه. بسیار خوب. باشه محل بالاشم. لالا گلابشاه جان گپ بزنید خود ماه مبارک رمضان چی رقمه؟ بیخی برابره. خب از روزه که 100% من میفهمم از حساب کاروبارش دنه. از حساب کاروبار هم میروینی الله پاک خوبه. الهی شکر. خدای پاک بیشتر رونق بده تمام کاروبارا مسلمانان. خب جنسا خصوصا خوراکی هرزون شده به ماه مبارک رمضان یا گرون شده؟ گرون شده. مثلا 1 کیلو گوشت مرغ بوده به 220 ریال برسیده به 260 ریال. خب میچه یکو
برادر امارات اسلامی برادرای اونا رو منع کردن، میچه و رون نیه فعلا. مرغ تازه کلم تازه ایراته، هم میگم گرونه. 1 کیلو پلونده گوشت هست به 260 روپیه، 1 کیلو مرغ درست به 250 روپیه، 1 کیلو گردن مرغ هست به 150 روپیه. خیلی برادرای که اینا خریده نمیتونن. مسکینا اردمشهیدای هست که میای میگه 50 روپیه 60 روپیه گوشت بده، ما نمیتونیم که برای از او بگیم نمیدیم، دل ما میسوزه. برای همون برابر توانای برابر همون 50 60 روپیه برای او گوش میدیم. پردی هم بزرگ نمیشه قطعا. مردم به فقر و بیچارگی خیلی قرار دارن. ما از امارات اسلامی خواهشمندیم که فقر و بیچارگی همینجی مردم پاک شه. یک دستاورد خوبه به امارات اسلامی هسته اگه فقر و بیچارگی پاشه. مردم خیلی تبایم، مردم داره به داره، مردم تکه تکه هم ویرون بیچاره هم مسلمانا، کلا مسلمانا ویرون بیچاره هم. بیخی 1 کیلو گوشت به تنزل مردم میخرم از ما. خیلی به یک مشکلی از ما خریداری میکنم. 1 کیلو گوشت مسلمانا ندارم، بیخی وضع مسلمانا خرابه. تبای عالم هم مردم. بسیار خوب. همی که گوشت یخچالی معنی کردم امکان داره کار خوبی باشه، با خاطر از اینکه معلوم نیه که اون مرغ چند وقت بمونده اوشته سربریده میشه. افغانستان خود ما و شما خصوصا هرات یعنی یک ذره تولید نداره که برسونه. کار خوبی هست که اون معنیشه. برای از این کار خوبی هست که باز به فکر ازی باشم که مثال رئیس زراعت وزارت زراعت به فکر ازی باشه که باز ایر مناسب حساب کنه، به زیر رسیدگی بکنه که مثال بتونه که این ارزون باشه که مردم بتونه بخره. اگر ایت باشه که مثال او معنی کنه که اون نه یا ای برسه کیلو 400 روپیه که مرد مسلمانا خوردن نتونه، مسلمانا خریدن نتونه، او هیچ چی فایده نداره. بلگ سبز از توفه درویش چی کند بینوا همین دارد. دوستای نازنین، این بود برنامه امشب که برای شما تهیه و ترتیب شد از کانال هرات برد. بازم طوری که پیشتر گفتم سابسکرایب و لایک و شیر حیات شما نره، نظریات چیزی هم بده، ما به خدمت شما هستیم. تا فردا شب شما رو به الله پاک میسپاریم. روزه خوش داشته باشیم، روزه و نماز شما هم قبول باشه. بخیر باشیم. خداحافظ و نگهدار شما.